خب مظنونمون یه کله گرد داره. آره قربونش. خب یه کله گرد داره، یه بدن گردم داره که از کلش خیلی بزرگتره. اینجوری؟ بدن گرد. چرا آره. گردم اینجوری شد؟ 2 تا پای توپولی موپولی داره. 2 تا پای توپولی موپولی داره. حالا نه به اون شکل یکم ورزشکاریه ولی خب. مظنونمون 2 تا چش داره که وسطش آبیه. خب ندارم آبی. آره حالا تو همون بکش. دورش سیاه. خب مظنونمون 2 تا گوش داره که مثل 2 تا پاندوله، 2 تا چیز کوچولوئه. کوچولوئه. خب حالا مظنونمون 2 تا دست خیلی توپل داره با بازوهای ورزشکاری. 2 تا دست بزرگ داره با بازوهای ورزشکاری. این بازوشه. بازوهای ورزشکاری. مظنونمون یه دماغ مثلثی شکل رو به پایین داره. یه دهنم داره که فقط خط لبش معلومه. به این چسبیده؟ نه زیرشه. 2 تا آفرین. خیلی عالی شد. یه شورتک هم پاشه. آره ببینم میتونی بکشی. شورتک پاشه. خوشگله. خودت داری می‌کشی. جیبم کشیدی براش. میتونی حدس بزنی این کیه؟ این کیه واقعا؟ این اصلا شبیهش نشد ولی پانداه. پانداه. آره کجا فهمیدی پاندا؟ چون گفتی که دور چشش سیاه. لایک این ویدیو فراموش نشه، ما هم سابسکرایب کنید.